کردم. جغرافیا دموگرافیا. هازی اکو چهارم کورس حساب سوم کورس. غلام حیدر اسکندرов 75 سال دارد. هم آموزگار است و هم دانشجو. بعد 2 سال دیپلم سومش را خواهد گرفت. سوم معلومات عالی جغرافیا دموگرافیا است. سوم کورس میخونم. انا سال آینده تمام کنندم. در دانشگاه شهر باختر او را کهنسالترین دانشجو می‌دانند. غایبانه می‌خواند و هم در مکتب دهه آموزگار است. غلام حیدر اسکندرов 2 پسر و 2 دختر دارد. 4 فرزند دیگرش سالهای جنگ شهروندی فوتیدند. حساب زندگی ما فرزندان میرن کار میکنن میبینن. ما در همجا کار کردیم. خیلی زمین داریم. خیلی اینا درخت داریم. درخت ها باغ ها گفته بودم. انا بعد از وی بود در مکتب که کار میکنم. خیلی 800 توم 900 توم اولیک میتیم. و نفقه زیاد میشد. نفقه هم میگیریم. در زمان پاندمیا پسرانش نتوانستند به روسیه روند. حالا با معاش آموزگاری و نفقه پولی روز میگذراند و میخواهد باز دیپلم 2 اختصاص دیگر را گیرد. با مقصد دارم که باید که 5 فاکولته رو در فرانسه تمام ختم نمایم. فاکولته بیولوژی، اکولوژی یا که شیمی بیولوژی، انا بعد با تاریخ و حقوق. تحصیل غلام حیدر شوق جوانان ده را به تحصیل آورده است. خیلی با جوانا با مستفید چی کرده نگاه کرده. با خیلی جوانا هم شوق هوس پیدا کرده به خواندنی رفتن. تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان محدودیت 39 سالی دارد. نفران از 30 سال بالا تنها حق غایبانه خواندن را دارند. غلام حیدر تحصیل را برای خود شغل می‌داند. این خیز